ببینید هنوز که هنوزه، نه فقط تو فرهنگ غذایی ما، تو بیشتر جاها اونجور که باید شاید مردم درک کافی از شیمی ندارن توی غذا. و فرض مثال غذایی که من الان دارم درست میکنم، فارغ از مواد اولیه که داره، بیس اصلیش با کوکو درست میشه. بله، کوکو. شاید تو مرحله اول برخوردتون اینجوری باشه که وای نه، ممکنه یه طعم افتضاحی بهمون بده، ممکنه فلان شه، ممکنه بیسار شه. اما در حقیقت دوستان اینجوری نیست. چرا؟ چون نوشابه حاوی اسید کربونیک و اسید فسفوریکه و به واسطه این دوتا اسید میتونه بافت گوشت رو نرمتر کنه و به واسطه اینکه نوشابه قند داره میتونه یه رنگ قهوه‌ای و طعم قوی و شیرینی به گوشت بده و ظاهر گوشت هم جالبتر میشه حتی. اما نکته که هست پخت این غذا هاست. خیلی باید با لطافت باشون رفتار کنیم، آروم پس، با حوصله. چرا؟ چون اگه بخواید زود پزش کنید، در آخر نتیجه که بهتون میده یه چیز تلخ و به فنا رفته است. جدا از تمام این حرفا، اگه واقعا دنبال این که یه گوشت نرم و خوب داشته باشید، برین دنبال گوشتایی که کلاژن بیشتری دارن، مثل ماهیچه یا مرینت‌های مختلف، مثلا با سرکه، آناناس، کیوی. در آخر این متد بیشتر برای چیزی مثل پولد بیف یا دنده جوابگوه. اگه دنبال چیزی مثل روست بیف میگردین، بهتر از استاک، سبزیجات معطر یا کره استفاده کنید.